چی داریم سینیور موسیو، اخیرا میگن کم کار شدی و سفر کنیم به ناف ایتالیا. میخوام ببرمتون به قلب بولونیا. سیر و پیاز توی قابلمه رفته گوجه، پوست زده دایس شده تنگش، نمک و فلفل و پودر سیر، ته کار کمی آویشن توش بریز. در قابلمه بستشه، بریم سراغ گوش دیگه وقتشه. کره توی مایتابه زوب بشه، سیر و پیازم توی کره پخته شه. خب گوشتا رو میذارم توش، بعد نمک و فلفلم میریزم روش. پرفکتو. کل خونه پیچیده بوش، داد میزنم فلفل دلمه کوش. یه لیوان آب توی گوجم و قل میزنه دیگه شده کار تموم. سس و ترکیب میکس چه خوب، پنه رو میریزم توی شیر خیلی زود. پخته شد با مواد میکس شه، پاستا بولونیز رو دستش نیستش. نه نگو کجاست دیگه جای